بچه‌ها این شاهکار رو فقط لجندا یادشون میاد که همچین موزیک شاهکاری داشت و سیستم اینجوری بود که شما توی از به سمت از بالا اینجوری میافتادی روی یه ریل و باید به سمت چپ و راست گوشی و اینجوری و اونجوری میگردی تا دقیقاً بیفته این ور اون ور و بتونه اون کاراکترت اون میزان طلا رو بگیره. بعد سیستم اینجوری بود که تو توی هی مپا عوض می‌شد، یعنی هی توی اون قسمت‌های غار شکلش عوض می‌شد، چه شکلی باحالی داشت و من بچه بودم به شخص خیلی این بازی رو بازی می‌کردم. خب حالا هم دیگه لازم نیست که دنبال اسمش بگردی و کلی دنبالش باشی. اسمشو برات تو قسمت کامنت ها نوشتم، پس بی زحمت برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کن، سابم کن و برو تو کامنت ها تا ببینی اسم بازی رو.